سلام علیکم انده نباشید. سلامت باشید. سیاه سوار به سیاه سلفه چی خوبه؟ سیاه سوار به سیاه سفره چی خوبه؟ من چی میفهم چی خوبه؟ از من میپوسی؟ نه سیکو برا شما ایتا بگیم خوب. مثلا بگیم بلگ درخت، بگیم مثلا بگیم گوشت لان، مثلا بگیم شفتلو قاشندونه، خاطر که خوب شده نمه. نه سیکو برا نمه کی با شما سیاه سفره شده؟ نه نمه اون نه تو که ایتا گپار می بفهمی برو از آدم ها قدیم بپرس. ما آدم قدیم دیم برا جو می به این کارا سرم وام نمیشه. نه برارم تو عقل کمال نداری مثل من میگم امی چیز امی شگومینه. وقتی که تو یک چیزی نگی مثلا میگه می بلگ درخت بخور، یک پوری بلگ درخت بخوریم تیار میشه سیاه سلفی و مفته به زمین. جوی سیکم تو چی میگوی؟ این خره خودیه، ای با سیاهی هم دیه، ای سوربگیه. برا جوی با که تو میگی شگومی و براره من این 2 کیلو فلفل 2 کیلو سی 2 کیلو اندروگرم با هم قطی کنیم بخوریم تیار میشه سیاه سفره شما. ای خر تو چند شوهه؟ ای 7 شوهه. 7 شوه؟ سیانیه ای؟ نه ای سرمگیه برا. یکی برا جو برای دادی داستان ها قدیم نگرد. او وقتی که ایت کارا بود او زمان قدیم بود. قرار کرده حال کم برار من اعمال مدر تو به یک فرقون دعا خوب نمیشه. چی جا به این دعا قدیمی خوب شه. برو جو سیاه سوار به سیاه سلفه چی خوبه؟ مگر اسب سیاه سوار باشه که توی گپ بری و بزنی. اسب سیاه ننیمه داره که اسب سیاه سوار چی فرق میگه؟ هم خره ننیمه اسب سیاه داره. این خریه این کرویه نمیبینی 7 شوه. ای با سیاهی هم یه سرمگیه. اون گوشای که سیاهه. تو سیکو برو براره مثل بدن نیا. برو خودی کله کر خود تیر که بکن که باید بیایی. بیا فقط بوم مردی. یاد اگه سیاه سوار به سیاه سلفه چی خوبه؟ عقل کمال. از کی باشه؟ از خود تو. خب من عقل کمال ندارم. برو. تو کی هستی؟ از کجا هستی؟ این خر تو دیده او خر. تو خیره باشه برو. ایوان عردی تو. من مار به گپ زده نمیگذاری. خیره بگو گپ خو بگو لالا. بله کجایی؟ سیاه سلفه من عقل بالا. سیاه سوار به سیاه سلفه چی خوبه؟ اول که من این سوار نبیدم. دیومی ای سفیدیه ای سیاهی نیه. سیومی هم عقل کمال بگفتم خوبه. دیگه چیزی هم که بگم. نه ننه سیاه سلفه شده بفهمیدی بران. گفتک برو ننه گفتک زمان قدیم که بیدن گفتک بابی تو یک دفعه سیاه سلخه شده. یک بار برفتیم بپرسیدیم مرتگه گفته که انا بانجون که پخته میکنی یک قاشق بانجون بیروغن بخور. انا بانجونم سیاهه. انا مشکل ندارم تکه بانجون قاشق بانجون بخور دانمه. یک بار ببومه تیار شد. از تو گردنم بند تیاتر شد. عقل کمان پس بیامد به سعدیا. او وقت قدیم بود همی گپا بود و همو خیر و برکتا بود. بفهمیدی؟ او گپا بر تیر شد. حال تو برو یک بوجی دوار بست تو سکو به می سیاه سلفه خوب میشی یا نه؟ با دیومه اول هم به تو بگفتم ای که خر سفیدیه. با همیتا که میشنیدم مگر اسب سیاه نفر سوار باشه تیر میشه پرسان کنی هرچه که دهن بیری شد که اگه قاش خربزی یا اندونی یا پیاز کچلوی هرچه که دهن بیری شد خوردنی باب همون بخوره تیار میشه. حال با تو از کدو قله یا کجا هستی که تو این به اینجی برسی یا سواره میدی؟ من تفکری مدیری رم با تو بگم. خب بگم من قله بالا دیگه تو مثل گوشه خود پرشنوی. برا حال تو چرا بهم قله خوب قله تو فقط میگی تختاریه. تو هم عقل کمال نداری که تو همین خر اسب چی فرق میکنه؟ خرم خره اسبم اسبه. سیاه و سرخی چی داره برا؟
به مده خود شما یک سیاسوار کسی نبود که پرسان کنی از او بگی که همی به می سیاسورفه چی خوبه؟ کفتر سیزبال و مرغ بیدون خیلی بود اونجا. بغل ما خر داره مال ما. قله شمالی تو کم پیشرفت کرده. غلیبا خیلی پیشرفت کرده. اصفاد شده. غلیبا تنگه و خونه ما اصفاد شده. میفهم. حوال بالا سر گیو ما بری سعی میکنی شیر ایوی بسته لامپ برقی دیونه. سکته نکنی یک دم. بله. بروز ریفه. حالا به چی خواه سیاسفید به سیاسولفه؟ یک نقصه دوای. ارستکی؟ بله ها. گولی اقلاسا؟ همون دیگه تقریبا همونو هم داره. تو هم که بری به دکتر بگی میفهم که تو از حساب سیاسولفه مشکل. با جنبول شورار. تو از خونه ما جا تو خیلی داره. آخه خونه منطقه شما که پیشرفته. نه خب خونه ما کیکه میپره میره به تا خونه ما. برو سیه برو خور حداقل هفته یک دفعه بشوری کیک به 4 طرف یافت نمیشه. برو سیاسوار به سیاسولفه چی خوبه؟ عباس استری جنجوری خیلیاتی کدام غنیمت چی پایه؟ عباس خر خوب پس یا ای بردگه من که رنج کردی تو چیه کشید؟ عباس امولی یک بچگه کی بیده کالی پیرن تو من دیرنگ همه بباری بیدن بفهمیدی میگفت کره خرمه به دستی می جلوی می بگرفت گفت سیاسوار به سیاسوفه چی خوبه گفت لالا یعنی چی؟ و یعنی مادر من ناجور تو بگو که چی خوبه که مادر من شفا پیدا کنه. حالا تو خر سیایی داری برو مثل موسیقی و چی میگه باکو یک چیزی بگی مادر خوب شه مشکل نحل شه. کی بود اگه بچه که نمیشنختی؟ نه نمیشه گو مدو غلا بالایو. یعنی حالا ما برم به خاطر که خر سیایی دارم بازو آدرس نک به سیاسولفه چی خوبه؟ همین که میگو. خب بعد من دکتر یعنی کشید. نه میگو شگومی امینه. گوش کشین شگومی امینه. او اسب گفته خر نگفته. خب نه چی فرق داره خر تو هم سیاهیه دیگه. که جو بعد از اینکه پا نگردی نه مگه پا بیبی پیری میبوده بفهمید اینا که پا قدیمه بگو از یک پیرمردی بپرسن. ولی او گفته بودم برو نقطه دعایی بگی مادر تو بیشتر خوب بشه. میگفت از یک پیرمردی بپرس برم کار نداری. نه بخیر بری کجا میری؟ دیوانه بوده 100% هوشیاری نبوده. برو. اصلا از این برار به هیچ کار ساخته نیه. همین گفتم که این بریبر نگردک بیا تعمیر پاک کو. آن سکو که وقت مرم بگیریم من مقدر کار دارم. گیر فقط هم که برات چیزی ری کردی صبح ری کنم مزدگار میاد. سلام علیکم چیکار میکنی؟ و علیکم به تو نگفتم همین تعمیر برو پاک کو. خب پاک میکنم لالا انا بدن دست میکنم پاک. لالا می زمان قدیم که بوده به می سیاسولفه چی رقم بوده ای؟ سکو برار خود بگردم. تو وقت بود به زمان قدیم که دکتر نبود. بفهمیدی؟ همی کسی که سیاسولفه میشد. خب مثلا اگر امیت سعی میکردم که اگر یک از سواری که اسب سیاه که سوار بود از پیشی تیر میشد از اون میپرسیدم که سیاسوار به سیاسولفه چی خوبه هر چی که مو آدم بگفتی اگر گلاس اوی هم بگفتی انمو درست بود شگومی همو بود که مور میخورد تیار میشد چرا به خاطر چی از من پرسان کردی هیچ لالا واسه تا محل یک نفری بوده میپرسیدم مردم که سیاسوار به سیاسولفه چی خوبه حالا ما گفتم باشه از شما بپرسم عدل خبر شم یعنی ارستی خوب میشدم همه شگو مگه پازی همو بود هر چی که بگفتی امر که بخوردی تیار میشد دیگه چرا بغل ما که اسب سیاه نیه نه گامه غوثالدین با بال خر خود سوار بود همون نفر از او بپرسید بال خر بود برای از این گپا نگرد اگه سردل خیلی داشته اون نفر بیکاری بوده حالا وقت از این گپا نیه کار نداریم لالا بمره اشتا کار نداریم چه کار کنم من بگیم من آخی بابا آنی پس این کارتو بگو که ما برم تا از می چی کنم برین شما